درود. به مدیتیشن فعالسازی چاکرای ریشه و جذب ثروت و امنیت مالی خوش آمدی. اگر آماده ای تا دنیای درونت رو با فرکانس فراوانی هماهنگ کنی، تا انتها همراه من باش و ویدیو رو استاپ کن و بنویس من آماده ام. حالا خودت رو به لحظه حال دعوت کن و اجازه بده جادوی این لحظات زندگیت رو متحول کنه. در کنج امنی بنشین یا دراز بکش. در هر صورت بدن شما باید در آرام ترین حالت ممکن باشد. چشمانت رو ببند. نفس عمیقی بکش. دم و بازدم. بدنت رو کاملا رها کن و ذهنت رو آروم. حالا توجهت رو بیار به سرت، صورتت و بینیت. به جریان هوای تازه که وارد بدنت میشه دقت کن. کم کم توجهت رو بیار به پایین ستون فقراتت، جایی که چاکرای ریشه قرار داره. چاکرای ریشه همون چاکراییه که امنیت و ارتباط تو با زمین رو تأمین میکنه. اگر نمیدونی که چاکرای ریشه کجاست، روی تصویر این ویدیو با رنگ قرمز مشخص شده. خوب دقت کن و سعی کن که تمام توجهت رو به سمت چاکرای ریشه ببری. تصور کن نوری گرم به رنگ قرمز تیره در این نقطه می درخشه. این نور مثل یک آتش کهنه شعله‌ور و سوزانه. با هر دم این آتش گرمتر و قوی‌تر میشه و با هر بازدم نگرانی ها و استرس ها از بدنت خارج میشن. در این لحظه تو در امنیتی و آرامش عمیقی داری. تو لایق ثروت، آرامش و فراوانی هستی. تصور کن ریشه های قوی از انتهای ستون فقراتت به درون زمین نفوذ میکنن. این ریشه های محکم و پایدار تو رو به انرژی فراوان و قدرتمند زمین متصل میکنن. با هر تنفس تو ثبات و انرژی حیاتی از زمین به سمت جریان پیدا میکنه و احساس میکنی عمیقاً پشتیبانی میشی.
با من تکرار کن. من در امنیت کامل هستم. من لیاقت ثروت، آرامش و موفقیت رو دارم. فراوانی با شادی و آسانی به سمت من حرکت میکنه. من از نظر مالی امن، آزاد و قوی هستم. و من به زمانبندی خدا اعتقاد دارم. اجازه بده که این عبارات تأکیدی به جسم و جانت نفوذ کنن. الان تو در فرکانس درست قرار داری. تو ارتعاش، پول و امنیت مالی رو به خودت جذب کردی. درست از همین لحظه است که معجزه ها به سمتت سرازیر میشن. حالا با باوری قلبی همراه من تکرار کن. خدایا، تو را سپاس که از خاک ثروت را برای من رویاندی. خدایا، تو را سپاس که از برکتت ریشه میگیرم. خدایا، تو را سپاس که مرا از فراوانی سیراب میکنی. خدایا، تو را سپاس که انرژی زمین را در من جاری کردی. خدایا، تو را سپاس که مرا لایق نعمت‌های بی‌پایان می‌دانی. خدایا، تو را سپاس برای ثروتی که با آرامش و ایمان به من میرسد. و خدایا، تو را سپاس که با یاد تو ثروت را نه با ترس بلکه با عشق دریافت میکنم. تو لایق بهترین ها هستی. لایق یک زندگی مملو از عشق، پول، آرامش، امنیت و موفقیت. هر وقت که آماده بودی یک نفس عمیق بکش. آروم آروم به لحظه حال برگرد و بدنت رو احساس کن. هر وقت که آماده بودی چشمانت رو آرام آرام باز کن. فراموش نکن که تو منبع ثروتی هستی که هیچ کس نمیتونه محدودش کنه و اون ثروت عشق قلبی تو به خداست. اگر از این مدیتیشن استفاده کردی و اون رو دوست داشتی حتما سیوش کن تا همیشه در این فرکانس بمونی. ممنونم از اینکه تا اینجا همراه من بودی. اگر که این ویدیو رو دوست داشتی ویدیو رو لایک کن، برای دوستانت بفرست و ممنون میشم که برای حمایت از ما چنل رو سابسکرایب کنی.